بخشنده بودن بیش از اون که توانایی مالی بخواد یه قلب بزرگ میخواد. اینو بدون، هر جوری با مردم روی این زمین رفتار کنی همون جوری الله متعال باید رفتار میکنه. گناه کسی رو پوشوندی، الله متعال گناهت رو میپوشونه. قلب کسی رو خوشحال کردی، الله متعال قلبت رو خوشحال میکنه. دست کسی رو گرفتی، الله متعال دستت رو میگیره. به هر چیزی روی این زمین رحم کنی، الله متعال بهت رحم میکنه. یکی از راههای رسیدن به خدا همین کمک کردن به مردمه. کسی که نیاز به کمک داره، شخصی که نیاز به لبخند داره، وقتی یه نفر میاد ازت درخواست کمک میکنه، اینو بدون بین این همه از مردم الله متعال تو رو انتخاب کرده و اونو فرستاده به طرفت. دستش رو بگیر، ناامیدش نکن هیچ وقت. سلام علیکم.